حوادث و نامنی‌های اخیر در ولایات شمالی افغانستان یک بار دیگر در صدر آژندای مقامات حکومت قرار گرفت. عبدالله روز دوشنبه در جلسه شورای وزیران توجه به وضعیت امنیتی را در کشور یک امر مهم عنوان کرد. آقای عبدالله در این نشست گفت که مسئولان وزارت‌های دفاع و داخله گزارشاتشان را در رابطه با اوضاع امنیتی کشور به جلسه ارائه خواهند کرد. اوضاع ولایت قندوز، بغلان، بدخشان، سایر حوادث امنیتی، حالاتی که در کشور رخ داده در این اواخر تشدید فعالیت‌های جنگی دشمنان افغانستان نشان میدن. اساسی ترین مسئله که در پیش روی ما است اوضاع امنیتی است که در این رابطه منصبای وزارت دفاع و داخله گزارش خواهد داشتند. رئیس اجرایی افغانستان در این نشست همچنان از مقاومت نیروهای امنیتی افغان برای دفع و مهار حملات مخالفان ستایش کرده و بر ضرورت حمایت از آنها تاکید کرد. قرار گزارش‌ها در چند ماه اخیر شمار از ولایات شمالی افغانستان با شمول قندوز، بغلان، بدخشان و فاریاب مورد حملات طالبان مسلح قرار گرفته و هنوز هم چنین حملات ادامه دارد. قندوز از جمله ولایاتی است که در 10 روز گذشته شاهد پیشروی‌های مخالفین مسلح در برخی از مناطق این ولایت بوده است. پیش از این برخی از اعضای ولسی جرگه رهبران حکومت وحدت ملی را مقصر افزایش نامنی‌ها در کشور خوانده و انتقاد کردند که هنوز هم نیروهای امنیتی به گونه لازم تقویت و تجهیز نشده‌اند. اما ریاست اجرایی گفته که حکومت به گونه جدی تلاش دارد تا جلوی نامنی‌ها و فعالیت‌های تخریبی مخالفین مسلح را گرفته و از نیروهای افغان به گونه جدی حمایت کند. در این حال شماری از کارشناسان نظامی افغان نیز تاکید دارند که با در نظر داشت میزان حملات مخالفین مسلح باید نیروهای افغان به درستی تقویت و تجهیز شوند.